أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب کتاب ریاض الصالحین حدیث 431 و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال. امام نووی رحمه الله حدیث 431 میگوید که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بودیم ما همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فی قبتین، یعنی در یک خیمه، در زیر خیمه بودیم، نحو من 40، یعنی تقریبا 40 نفر بودیم، یعنی حدودی نحو نه حدودی یعنی تقریبا من 40 یعنی 40 شخص بود همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی همه کسی از جای بودیم. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اترضون ان تکونوا ربع اهل الجنه، گفت که آیا شما راضی می شوید که باشید شما ربع اهل الجنه، یعنی 4/1 اهل جنت؟ آیا شما راضی می شوید که 4/1 اهل جنت باشید؟ قلنا نعم، میگه گفتیم بله ای رسول الله. قال، باز میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اترضون ان تکونوا ثلث اهل الجنه، آیا راضی میشوید شما که باشید شما ثلث اهل الجنه، یعنی 3/1 اهل جنت؟ قلنا نعم، میگه گفتیم بله ای رسول الله. قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت والذی نفس محمد بیده اینی لارجو ان تکونوا نصف اهل الجنه، و قسم به الله، والذی نفس محمد بیده، قسم به ذاتی که نفس محمد صلی الله علیه و سلم در دست اون است، اینی لارجو، هر آینه من امیدوار هستم، اینی هر آینه من لارجو حتما امیدوار هستم، ان تکونوا نصف اهل الجنه، هر آینه شما باشه نصف اهل جنت، نصف اهل جنت باشید، یعنی که ان تکون تمام امتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصف اهل جنت. و ذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه، و ذلك و زیرو اینکه این، و زیرو اینکه ان الجنه لا يدخلها نفس الا نفس مسلمه، یعنی در جنت داخل نمی شود مگر نفس مسلمه، یعنی که فقط مسلمان در جنت داخل می شود. و ما انتم فی اهل الشرک الا كالشعره البيضاء فی جلد الثور الاسود، و ما انتم، و نیستید شما، و ما انتم، و نیستید شما، فی اهل الشرک، یعنی نسبت به اهل شرک، فی اهل الشرک یعنی نسبت به اهل شرک، الا مگر این که شما كالشعره البيضاء، به مثل یک دانه موی سر سفید، فی جلد ثور الاسود هستید، یعنی که در پوست گاوی سیاه، در پوست یک بقای سیاهی که یک دانه موی سر سفید داشته باشد، شما گو به مثل ان همون یک دانه موی هستید، یعنی چقدر شرک و کفر زیاد است. او كالشعره السوداء فی جلد الثور الاحمر، یا گفت شما به مثل یک دانه موی سر سیاه در پوست بقای یا در پوست گاوی که سرخ است، در پوست گاوی سرخ، در گاوی سرخ اگر یک دانه قیل سیاه باشد، آیا اون را جدا کرده می شود یا دیده می شود؟ چقدر مشکل است. و انا همین طور است مردم، یعنی انسانیت که مسلمانش به حد کم است، بلکه کفرش و شرکش خیلی زیاد است. این حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 432، در حدیث 432 می آورد، میگوید و عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه قال، از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. پس میگوید اذا كان يوم القيامة، یعنی هر وقتی که روز قیامت فرا رسید، دفع الله الى كل مسلم يهوديا او نصرانيا،
میدهد الله سبحانه و تعالی به هر یک مسلمان یک دانه یهودی یا یک دانه نصرانی، یعنی یک دانه کافر برای مسلمان میدهد. فیقولو، پس مسلمان رو میگوید که هذا فکاکک من النار، یعنی این ایوازی تو است در دوزخ. هذا فکاکک یعنی که این آزاد کننده تو از دوزخ است، یا این بلاگرداننده تو، بلاگردان تو از دوزخ است، یا این در ایوازی تو است در دوزخ. فهمو؟ این ایوازی تو در دوزخ، یعنی که اگر که تو هم ای مسلمان طاعت و عبادت نمی کردی، جا در دوزخ بود، اما طاعت و عبادت کردی، جای تو را این نصرانی یا که این یهودی گرفت و تو از دوزخ بیرون شدی. خب و فی روایت عنه، و در یک روایت دیگر باز از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده میگوید که یجیء یوم القیامة ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال یغفرها الله لهم. یجیء یعنی می آیند روز قیامت مردم من المسلمین، که اون مردم از طایفه مسلمان ها است، بذنوب امثال الجبال، به گناهانی که به اندازه کوه هست، و مثل کوه گناه قطعی مسلمان می آید. یغفرها الله لهم، می بخشد الله سبحانه و تعالی اون گناهان را، لهم از برای همین مسلمان ها. یعنی هر کسی که ایمان اهل اسلام است، مسلمان هست، انشاءالله آخرش بخشش الله ده شامل خواهد شد، اگر شرک نداشته باشد. یعنی هر حدیث را میبینیم مسئله شرک و توحید است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. قوله، سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که این را امام نووی میگه، این حدیث نیست، میگه که دفع الى كل مسلم یهودیا او نصرانیا فیقول هذا فکاکک من النار. او حدیث یکم همین حدیث 432 خوندیم همین. میگه سپارید الله، میسپارد الله سبحانه و تعالی به هر یک مسلمان یک یهودی یا که یک نصرانی، پس میگوید مسلمان رو که این یهودی یا که همین کافر، یعنی این یهودی و نصرانی، فکاکک من النار، یعنی که عوضی تو است در دوزخ، سبب آزادشوی تو است از دوزخ، یا در جای تو است در دوزخ. معناه، میگه معنای همین سخن چی است؟ امام نووی که همین قول پیغمبر شرح میتید، میگه معناش همین است: ما جاء فی حدیث ابی هریره رضی الله عنه، آنچه که در حدیث ابو هریره اومدگی است. یعنی که این حدیث را حدیث ابو هریره توضیح میتید. حدیث ابو هریره چی اومده است؟ اومدگی است که لکل احد منزل فی الجنه، یعنی هر یک کس جایگاه در دوزخ دارد، فی الجنه در جنت دارد، هر یک کس جای در جنت دارد، و منزل فی النار، و باز هر یک کس جای در دوزخ دارد. فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الکافر فی النار، پس میگم مؤمن هنگامی که داخل جنت میشود، خلفه الکافر فی النار، یعنی جای وی را میگیرد کافر در دوزخ. یعنی جای این مؤمن برای کی میشود؟ برای کافر. زیرا که هر یک شخص در جنت یک جا دارد، در دوزخ یک جا دارد. وقتی جنت میدراید، اون جای دوزخش میماند، اون جای دوزخش کی میگیرد؟ کافر میگیرد. لانه، زیرا که همین کافر مستحق لذالک، یعنی سزاوار و شایسته یعنی همین عذاب است، یعنی همون جای در دوزخ است، بی کفرهی، بسبب کفری که انجام داده است. خب این میگه خلاصه معنای این حدیث. اما میگه و معنی فیکاکوکا، معنای فیکاک یا فکاک، این معناش چی است؟ معنای این انک کنت معرضا لدخول النار، هر آینه تو ای مسلمان بودی در نزدی داخل شدن دوزخ، یعنی معرض بود، یعنی که تقدیم کرده، یعنی که نامت برآمدگی بود از اون کسانی که باید داخل جنت، داخل دوزخ شوند، یا از اون کسانی که جای گرفتگی هستند در دوزخ، تو از همونها بودی. و هذا فکاکک، یا هذا فیکاکک، و انا همین کافر آمد که جای تو را پر کرد، تو را خلاص کرد، یا ایوازی تو دا جا تا گرفت. لأن الله تعالی، زیرا که میگه الله سبحانه تعالی قدر للنار عددا یملؤها، مقدر کرده برای دوزخ عدد معین رو که پر میکنه دوزخ رو با همون عدد.
فاذا دخلها الكافر بذنوبهم و کفرهم، وقتی که داخل شدن در دوزخ کفار با گناهاشون و با کفرشون، صاروا فی معنی الفکاک للمسلمین، پس میگردند به معنای نجات دهنده یا به معنای ایواز یا به معنای پر کننده از برای مسلمان ها، یعنی دوزخ تا پر کردن و این مسلمان را نجات دادن. یعنی به همین معنی میگردد، میگه به همین معنی نزدیک میشود. برای خاطر میگه فیکاکو که من النار، همین چی است؟ کافر است. یهودی یا نصرانی برای مسلمان میگه داده میشود. خب بعد از این حدیث 433 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، ابن عمر میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید یدن المؤمن یوم القیامة من ربه حتی یضع کنفه علیه. یدن المؤمن یعنی نزدیک میشود انسان مؤمن، یوم القیامة من ربه در روز قیامت به پروردگارش، یعنی مؤمن به پروردگارش چنان نزدیک میشود که حتی یضع کنفه علیه، تا اینکه گذاشته میشود یا میگذارد الله سبحانه و تعالی کنفش را، ستر و رحمتش را بر بالای اون مؤمن، بر بالای اون مؤمن الله سبحانه و تعالی ستر و رحمتش را میگذارد. فیقرره بذنوبه، پس اعتراف میکند مؤمن یا اعتراف مؤمن را میگیرد الله سبحانه و تعالی بذنوبه، درباره گناهانش، یعنی که مؤمن که در دنیا گناه ها را کرده بود، فیقول، پس الله میگوید که اتعرف ذنب کذا، آیا به خاطر داری فلان گناه را؟ اتعرف ذنب کذا، آیا به خاطر داری فلان گناه را؟ این فلان گناهی که کردگی بودی در دنیا، الله سبحانه و تعالی برای یه تا گفتن میگیره فلان گناهی کردگی تا دایو داری، فلان گناهی کردگی تا دایو داری. فیقول، پس میگوید این بنده ربی اعرفو، یعنی بار الها به یاد دارم، بار اله میدونم، یادم ده هست. قال، الله سبحانه و تعالی میگفته است که فانی قد سترتها علیک فی الدنیا، پس هر آینه من ستر کردم همون گناهت را برای تو در دنیا، یعنی در دنیا همون گناه را تو کردی و کسی خبردار نشد، من سترش کردم. و انا اغفرها لک الیوم، و من میبخشم همون گناه را برای تو امروز اکنون گناه تو را من میبخشم. فیعطا صحیفه حسناته، پس داده می شود بر مؤمن صحیفه های حسناتش. این حدیث متفق علیه. بعد از این حدیث 434 و عن ابن مسعود رضی الله عنه، از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است ان رجلا اصاب من امرأة قبلة، میگه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که هر آینه مرد اصاب من امرأة قبلة، یعنی بعد از آورد از زن بوسه را، یعنی از زن را بوسه کرد، یا زن یک مرد یا زن بیگانه رفت و بوسه کرد. فأتى النبی صلی الله علیه و سلم فاخبره، پس همون مرد اومد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و فاخبره، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر داد از همین گناه کردگیش، از همین زن بیگانه را بوسه کردگیش، اومد پیغمبر خبر داد. فانزل الله تعالی، پس الله سبحانه و تعالی این آیت میگه نازل کرد. اون مرد اومد پیغمبر که پرسید، این آیت نازل شد. این آیت سوره هود که الله میگه و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات. و اقیم الصلاة یعنی که و برپا دار نماز را، بخوان نماز را، طرفی النهار یعنی اول و آخری روز، اول و آخری روز، یعنی نماز بامداد و نماز عصر. و زلفا من اللیل و نزدیکی های شب، و زلفا نزدیکی های شب، یعنی نماز شامو خفتن. این الحسنات، هر آینه میگه حسنات، یذهبن السیئات، از بین میبرد بدی ها را. هر آینه حسنات یذهبن السیئات، از بین میبرد بدی ها را، یعنی نماز بخوان، طاعت عبادت کن، صدقات کن، کارهای خوب انجام بده، سیئات و بدی ها را از بین میبرد. این آیت میگه نازل شد. فقال الرجل، پس همون مردی که پیش پیغمبر اومده بود، پس همون مرد گفت علی هذا یا رسول الله، گفت آیا برای من این حکم نازل شده ای رسول الله؟ یعنی که این آیت برای همین سوالی که من دادم، همین گناهی که من کردم، این برای همین من نازل شد؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لجمیع امتی کلهم،
برای همه امتانم، لجمیع امتی کلهم، یعنی برای همه امتانم نازل شدگی است، نه برای تو تنها. یعنی که هر امتم وقتی که حسنات رو انجام میدهد، این حسنات یذهبن السیئات، از بین میبرد بدی ها را، از بین میبرد. اما این گناه چی است؟ گناهان صغیره، زیرا اینکه گناهان کبیره احتیاج به توبه دارد. خب این بود حدیث 434. و در این حدیث همچنین وقتی بگم نمازایی که خوانده می شود ذکر شدگی است. فهمو طرفی نهار و زلفا من اللیل، یعنی که نمازها است، نمازهای پنجگانه. خب حدیث 434. و عن انس رضی الله عنه قال، و از انس رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و سلم فقال، آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفت یا رسول الله اصبت حدا فاقمه علی، گفت ای رسول الله اصبت حدا، یعنی مستحق شدم مجازات را، اصبت مستحق شدم من حدا مجازات را، فاقمه علی، پس برپا دار یا اجرا کن همون حد را بالای من، همون مجازات که بالای من بیا جاری بکردم. و حضرت صلاتو، و در همین هنگام بودن که حضرت صلاتو، وقتی نماز فرا رسید. فصلى مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس نماز گذاشت، میگه همین مرد همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فلما قضى الصلاه، وقتی خلاص کردن نماز رو خواندن، قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون مرد گفت، قال، اون مرد باز پیغمبر گفت یا رسول الله انی اصبت حدا فاقمه فی کتاب الله، گفت ای رسول الله انی اصبت حدا، هر آینه گفت من مستحق شدم مجازات را، یا بگیم لایق شدم، سزاوار شدم یا انجام دادم من کار را که حدن، یعنی که مستحق حد هستم، مستحق مجازات هستم. فاقم فی کتاب الله، پس گفت اجرا کن در من کتاب الله را، حکم کتاب الله را در من جاری کن، حدم بزن، یا که همون کتاب الله چیزی که میگه همون کارا بالای من اجرا کن، تا اینکه در روز قیامت الله مرا عذاب نکند. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هل حضرت معنا الصلاه، یعنی آیا حضرت، یعنی خواندی تو، یا که حاضر بودی همراه ما در نماز، یا خواندی تو نماز را همراه ما، آیا تو نماز را همراه ما خواندی؟ قال نعم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون مرد گفت که بله. قال قد غفر لك، پس میگه گفت که واقعا بخشیده شد برای تو، یعنی که وقتی که نماز رو خواندی بخشیده شد برای تو. اینم آیت پیشینه که ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکویا از بین میبرد گناهان را. پس این حدی که این مرد میگوید، این حد زنا و حد خمر و حد شرعی، حد حقیقی نیست. فهمو؟ یکم گناه صغیره را انجام داده است، دویده پیش پیغمبر اومده است که حد در بالای من جاری کرد. فهمو؟ یعنی که حدی حقیقی شرعی نیست، بلکه یکم گناه را انجام داده است، نزد پیغمبر آمده است. بعد به خاطر چی؟ به خاطر اونه که اگر حدی واقعی باشد باید اجرا کرده شود، بخشیده نمی شود، یا بدون اجراش امکانیتی بخشش نیست، باید اجرا کرده شود. اما از اینه که پیغمبر گفت که قد غفر لك، واقعا بخشیده شد برای تو، از اینجا معلومه که گناه چی بوده است؟ صغیره بوده است، نه اینکه حد شرعی، یعنی که زنا و خمر و حد زنا و حد خمر این چیزا نبوده است. خب بعد از این حدیث 436 و عنه قال، و از وی روایت است انس رضی الله عنه، از انس رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او يشرب الشربه فيحمده عليها، هر آینه الله سبحانه و تعالی راضی می شود از بنده این که بخورد خوردنی را، فیحمده علیها، پس حمد بگوید الله را، او یشرب الشربت، یا بخورد یا بنوشد نوشاکی را، فیحمده علیها، پس حمد بگوید الله را بر همون نوشاکی نوشیدهش. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. اکنون امام نووی در اینجا میگه الاکل بفتح الهمزه و هي المره الواحده من الاكل كالغدوه والعشوه،
والله اعلم. میگه اکله به فتح همزه است و این میگه یک بار خوردن است. از خوردن مثلا یعنی که معناش این نیست که هر لقمه ای که میخورد الحمدلله بگد، یا هر نوشاکی بگم هر قرتی که می نوشد الحمدلله بگد. میگه معناش این نیست. کل غدوه ولا عشوه است. میگه مثلا سحر خورد خلاص کرد، بعد خلاص کردنش حمد الله را بگد. عبید خورد خلاص کرد، شام خورد خلاص کرد، خلاصه این وقتا ده حمد الله را بگد. میگه مقصد از این حدیث این هست. فهمو؟ ان الله لا يرضى عن العبد، هر این الله راضی میشد از بنده ان یاکل الاکلة، بخورد یک خوردنی رو، یعنی که سحر خرک یا عبید خرک یا بیگه خرک رو، فیحمده علیها، پس حمد بگد الله رو برامون تمامی خوردهش. او یشرب شربت، یا بنوشد، مثلا یه بار تشنه موند، موندگیش ده نوشید، فیحمده علیها، پس حمد بگد الله رو بر همون نوشیدنش. الله از اون بنده راضی میشود. خب امام نووی هم اینطور میگه والله اعلم، با الله داناتر است. بعد از این حدیث 437 حدیث 437 و عن ابي موسى رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال، از ابو موسی رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، هر آینه الله سبحانه و تعالی، ان الله تعالی، هر آینه الله سبحانه و تعالی یبسط یده، یعنی میکشاید دستانش را، باللیل یعنی شبگاه، به خاطر چی؟ لیتوب مسیء النهار، تا اینکه توبه کند مسیء النهار، یعنی گناهگار روزانه، اون انسانی که در روز گناه کرد، شب بیاید و در نزد الله توبه بکند. الله برای همین دستانش را میکشاید که این بنده بیاد توبه بکند. و یبسط یده بالنهار، و میکشاید الله سبحانه و تعالی دستانش را در روز میکشاید، به خاطر چی؟ لیتوب مسیء اللیل، تا اینکه توبه بکند گناهگار شب، اون کسی که در شب گناه کردگی است بیاید و در روز توبه بکند. تا که این کار الله میکند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا زمانی که، حتی تا زمانی که همین کار الله انجام میتید، تطلع الشمس من مغربها، طلوع کند آفتاب از مغربش، آفتاب برعکس ببراید، تا ان همون وقت الله سبحانه و تعالی این کار انجام میتید. یعنی در شب دستانش رو میکشاید تا اینکه گناهگارانی، کسانی که گناه کردن در روز توبه بکنند، در روز دستانش رو میکشاید تا اینکه کسانی در شب گناه کردن بیاند و توبه بکنند. یعنی که همیشه بابی قبول توبه کردن الله کشاده است. همیشه الله سبحانه و تعالی توبه را قبول میکنه اگر که صدقاً و خالصاً باشد. و تا کیت، تا قایم شدن قیامت. وقتی قایم شد قیامت، طلوع شمس برعکس شد از مغرب که آفتاب برآمد، از اون جایی که فرو می رود از اون طرف، وقتی که آفتاب برآمد دیگر خلاص باب توبه بسته می شود. دیگر بیای توبه هم بکنی، زاره و ناله هم بکنی، دیگر توبه قبول نمی شود. یا تا غرغره را، هر یک شخصیت تا غرغره شدن شد، تا هنگام جان بگیم در حالت جان دادن، تا همون وقت توبهش قبول. ولی در حالت غرغره باشد هر یک شخصیت دیگر توبهش قبول نمی شود. خب این هست حدیث 437 رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است. خب این است انشاءالله درس امروزه همون. با همین درس امروزه به پایان و حدیث دیگریش خیلی طولانی است، انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.